ما خیلی با همین درسایی رو که بکوریم دویم امروی معروفای همین خیلی دامنه‌های تاجیک گوش میکنیم بسیاری وقت انا کی را گوش کردم خیلی برادر حاجی میرزا و دامن عبدالرحیم ما را گوش میکنم درباره همین انا خداوند در عرش بدان و میگن که باید خداوند با مکان مثلا قیاس نکنی که کافر میشه و یکچند دامنه ها را گوش کردیم و خودتون شما را هم گوش کردیم و فیلم زبشوی پیشتراتون بودم زبس گوش کردم شما گفتین که مثلا خداوند در عرش یا که مثلا خداوند میگه وقتی که اون مدار را گوش کنم میگه که در اول که عرش ولی پیدا نشده بود خداوند در ازل بود مثلا عرش بعد پیدا شد خداوند در ازل بود هست و میمونه یعنی شما گفتین که میتونه خداوند در عرش بعضی مولها میگه اگر خداوند به مکان تبدیل تی کافر میشه بعضی هم میگن که اگر که بگوی خداوند در عرش نیست کافر میشه من حالا در استاد باین در موندگی هم این خیلی بگم گناهگار او خیلی گویم گناهگار دیگه میترسم در این باره فکر کردن شد آخر الله چیکار تعالی کنم خودش در قرآن در 7 آیات گفته است که الله تعالی در بالای عرش است. الله تعالی به عرش حاجت ندارد و به غیر عرش. لیکن خودش خبر داده است ما الله تعالی را وصف میکنیم چه خیلی که الله تعالی خودش را وصف کرده است و اینچنین وصف میکنیم چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش را الله تعالی را وصف کرده و از سخن الله و رسول بیرون نمیبریم. درس 10 11 12 از عقیده واسطی را گوش کنید 1 ساعتی هست این سوال شما سوال طولانی است شرح عقیده واسطی در اونجا ما مفصل بیان کردیم.